پیرامون دشمنان حضرت در عصر ظهور، یعنی در زمانی که حضرت ظهور میکنه، قیام میکنه، چه کسانی در برابر حضرت میسته؟ یک قاعده کلی مطرح کردیم تحت عنوان استکبار. مستکبرین در برابر حضرت، چون حضرت امام و رهبر مستضعفینه. عقیده شخصی بنده است که در اون زمان دو تا جبهه بزرگ در جهان تشکیل میشه، یک جبهه مستضعفین، یک جبهه مستکبرین. تمام مستضعفین عالم که در اکثریت هم هست، اینها در جبهه مستضعفین میپیوندن. توده های مردم بیشتر هوادار یا همراه با جبهه، اما مستکبرین جهان همه یک کاسه میشن، یک جبهه تشکیل میدن علیه حضرت. از این که بگذاریم، در روایات باز هم دجال، که اگر ما این رو به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، دجال از دشمنان حضرت، که پیامبر گرامی اسلام تأکیدات فراوانی در این زمینه داره که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت در این زمینه خیلی زیاد حرف آمده. منتها زیر مجموعه این به صورت یک چتر کلی، زیر مجموعه دجال خب سرسخت‌ترین نهاد و نهله‌ای که در بین دشمنان حضرت یهودی است، که ما حتی در روایت داریم اکثر اتباعه الیهود و النساء و الاعراب. در رابطه با دجال میگه بیشترین پیروان دجال یهود است و خانماست و اعراب است. نگاه کنین اینجا باز هم اگر شما خوب دقت کنین، اون ریشه استکباری در این سه تا گروه بیشتره. اینم هشداری به شما خواهر است، یعنی اینکه استکبار در شما خیلی سریعتر رشد میکنه ها. آره. خب دومین مرحله دشمنان حضرت نصارا. در روایت هم آمده نصارا، منتها بعضهم آمده، یعنی کل نصارا در برابر حضرت قرار نداره. اینجا باز ما میتونیم همون قید بزنیم که یعنی مستکبرین از نصارا. در بین نصارا هم طبق شواهد قرآنی و هم روایی، در بین نصارا مستضعفین هم زیاد داره، کسانی که قلبشان نسبت به مؤمنین نرم به تعبیری. خدای بزرگ در قرآن سوره مائده آیه 82: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. ببین اینجا لتجدن بازم با تاکید میگه اقربهم، یعنی از بین این دشمنان او کسی که از نظر مودت به مؤمنین نزدیکه، اینایی که خود نصارا میگه. چرا؟ دقیقاً دلیلشون استکباره. چرا میگه ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. این که اونا دلشان یکم نرمتره به خاطر که در بینشان استکبار کمتره. مستکبرینشان در برابر حضرت و غیر مستکبرینشان دلش نسبت به مؤمنین نرمه به تعبیری. در اینجا هم ببینید که ما بر اساس این آیه شریفه در اون بحث میتونیم بگیم که مستکبرین از نصارا در برابر حضرت هستن، اما توده های مردمی از نصارا بالاخره در کنار حضرت قرار میگیرن، مخصوصا بعد از این که حضرت عیسی از آسمان نازل میشه. خب بیاییم در رابطه با مسلمانان دیگه. از غیر مسلمانان تمام شد. مسلمانان یعنی دوم. مسلمانان یعنی کسی که شناسنامه اسلامی داره. خب بزرگترین و مشهورترین چهره‌ای که در ظاهراً ادعای اسلامی داره سفیانی است. هم گفتیم از مصادیق استکبار سفیانی و هم از مصداق چیه؟ حالا گفته اگر گفتیم دیگه نشو. یکی از گفتیم از مصادیق مستکبرین. دیگه چیه؟ مسلمان که در برابر حضرت نمیسته. و ادعای اسلام داره، پس چیه؟ آفرین، منافق. پس این از زیر مجموعه منافقه که در برابر یکی از به اسلام نهله هایی یا گروه هایی که در برابر حضرت استاده و در روایت است منافقین.
پس سفیانی میتونه از مصداق منافقین باشه که در ظاهرا ادعای اسلامی داره ولی در حقیقت مسلمان اصلا نیست. روایت داریم که لم یعبد الله قطو، یعنی چی؟ لم یعبد الله قطو، لحظه خدا را عبادت نکرده. تعبیر اینجوری در رابطه با سفیانی. خب قطعا منافقین کسانی که در ظاهر ادعای اسلامی داره ولی در واقع کافرن، اینها در برابر حضرت می ایستن و خب شاید هم انگیزه هایشان یا همون استکبار باشه یا انگیزه هایشان منافع باشه، چون وقتی حضرت ظهور میکنه منافع یک عده را قطعا در خطر میندازه. در بین مسلمان ها یک منافق، دو خب چی نوشتین این شما که تو میگی راحت طلبان مطرح کردیم. خب ببینید دومین گروهی که در برابر حضرت میستر راحت طلبانه. چرا؟ ببینید در رابطه با راحت طلبان ما با توجه به روایاتی که در زمینه هست و مطالبی که بزرگان دارن، یکی از گروه هایی که از ظهور حضرت مهدی راضی نیست راحت طلبانه، اونهایی که احتمالاً سرمایه ثروت چیز به هم زدن. مثلا به عنوان مثال میگیم دو تا پاساژ در متن کابل داره، مثلا ماهانه فرض کو حالا در افغانی بگی 5-6 لگ افغانی درآمد دارن. آره این از ظهور حضرت مهدی خوشحال نمیشه. چرا؟ چون ظهور وقتی اتفاق میفته یک درهم خوردگی و یک به اصطلاح به هم آمیختگی شدیدی اتفاق میفته برای جهان و ارزش ها در حال عوض شدنه. یعنی کسی که تمام هم و غم خود را و تمام فکر و استعداد و توانمندی های خود را روی پول و ثروت متمرکز کرده بود، با ظهور حضرت مهدی ثروت پوچ میشه. یعنی دیگه به عنوان یک ارزش تلقی نمیشه. نه تنها به عنوان یک ارزش تلقی نمیشه بلکه حتی ضد ارزش تلقی میشه. یعنی آدمایی که سرمایه داره و ثروتمنده در دید و نگاه انسان ها آدمای حقیره. خب تویی که 30 سال 40 سال زحمت کشیده فکر کرده که ثروت است که مرا آقا میکنه، ثروت است که مرا به ما احترام میده، ثروت است که به ما ارزش میده، ثروت است که به ما به اصطلاح جایگاه اجتماعی میده، بعد یهویی یک اتفاق میفته که تو این 20 سال 30 سال زحمت پوچه. نه تنها نگاه دیگر رو به تو یک نگاه احترام آمیز نباشه بلکه به عنوان یک سرمایه‌دار به تو بیشترین التفات نداشته باشن. این خیلی تغییر ارزش عجیبیه ها. یک مقطع بسیار بسیار کوتاه در اول انقلاب اسلامی ایران در ایران اتفاق افتاد. البته ما وقت خیلی کوچیک بودیم، الان در کتاباشون برین نگاه کنین تاریخ و به اصطلاح نوشته هایی که از صدر انقلاب مانده، میگفت خدا شاهد آنقدر اوضاع به اصطلاح تغییر ارزشی پیش آمده بود که سرمایه‌دارا ماشین‌های لوکس داشتن خجالت می‌کشیدند خیابان با اون ماشین‌های بیاین. خیلی زیبا بوده ها. اون سرمایه‌داری خیلی خود ایران سرمایه‌داری خیلی کلانه، اونجا اصلا قابل مقایسه با افغانستان نیست. آخرین سیستم ها یعنی بروزترین ماشینا رو داشتن. گفت وقتی اول انقلاب شد اینا خجالت میکشیدن که به عنوان یک سرمایه‌دار به اصطلاح شناخته شن. در اون موتورهای خود سوار شده در خیابانا نمی آمدن. یکم چه جوی یکم چه تغییر ارزشی در نگاه مردم ایجاد شده بود. در زمان حضرت مهدی این در انتها درجه خود این تغییر ارزشی ایجاد میشه. پس بنابراین اینا چون جایگاه اجتماعیشان، جایگاه ثروتشان به اصطلاح پایین میایه به هم میخورن، اینا با حضرت کینه میگیرن. پس متوجه شدین که راحت طلبا چرا در برابر حضرت میستن. خب
یک روایت از امام صادق علیه السلام در این زمینه بخوانیم. حضرت امام صادق علیه السلام به محمد ابن ابی حمزه گفت که القائم اجل الله یلقی فی حربه ما لم یلقی رسول الله. حضرت مهدی در جنگ خود با کسانی روبرو میشه که حضرت رسول با اونا روبرو نشدن. ان رسول الله اتاهم و هم یعبدون الحجارة المنفوره. وقتی رسول الله مبعوث شد آمد هم یعبدون الحجاره، اونا چی میکردن؟ سنگ پرستش میکردن، خشبا منحوته، چوب رو پرستش میکردن. و ان القائم، وقتی حضرت قائم علیه السلام خروج میکند بر مردم، فیتأولون علیه کتاب الله و یقاتلونه علیه، بر اساس کتاب خدا با حضرت مهدی میجنگن. خب پس این راحت طلبانی که در اینجا مطرح کردیم، اینا مسلمانانا، اینا میاین آیات قرآنی را به نفع خودشان تعویل میکنن و در برابر حضرت میستن. سومین گروه از مسلمانان که در برابر حضرت میسته جمود اندیشانه، کسانی است که سخت خود را متعبد میگیرن. یعنی دقیقاً اگر از یک زاویه دیگه نگاه کنید، دقیقاً مثل خوارج زمان حضرت امیر علیه السلام. حضرت امیر کسانی را کشت، دقت کنین، که پیشانش به اثر سجده های طولانی، حقیقتاً نست که موری رقم میگرفتن ملدت اینجا، اینجوری نبود، پیشانش به اثر سجده های طولانی پینه بسته بود. در زمان ما و شما البته من دیدم یکی را، یک میشناسم او روزی چند دقیقه مورد اینجا خیتم له پیشنش سیاشت. چنین آدمایی که وقتی در برابر حضرت آمدن در جنگ، قرآن حمایلشان بوده، یعنی تبرقه داشتن، ببینش قرآن بود که کمی فرصت برش ایجاد میشد قرآن میخواندن. شبها همون خیمه هایی که همونجا اردوگاه زده بودن در برابر حضرت، شبها زمزمه و صدایشون به قرآن خواندن بلند بود. در برابر حضرت چنین آدمایی ایستاده، در برابر حضرت امیر. در برابر حضرت مهدی دقیقاً اینجوری جمود اندیشان میسته که اینها قرآن را بر اساس اقتضاعات درونی خودشان تعویل میکنن. دقیقاً همون سخنی که در آیه 7 سوره آل عمران بیان کردیم خدمت شما، که گفتیم آیه 7 میگه که خدای بزرگ میگه من قرآن را که نازل کردم، یک بخشش الکتاب محکمات و یک بخش متشابهات. که متشابهات برمیگرده به محکمات، اما او کسایی که قلبش گمراهیه اونا دنبال متشابهات میرن. چرا؟ یبتغون الفتنه ابتغاء الفتنه و ابتغاء التأویله. میخوای اون منویات درونی خدا به اصطلاح با آیه قرآن تأیید کنه به اصطلاح. اینا رو میگن جمود اندیشان. برادران خواهران گرامی، آنچه که در تاریخ اسلام مشاهده میشه، بیشترین ضربه، یعنی 3 بار تکرارون برای که بفهمین که دیگه مقدس معابانی که نسبت به دین جهالت دارن و با حقیقت دین آشنا نشدن از اینا ضربه خوردن. اگر حضرت امیر در اول اسلام، در صدر اسلام نتونست به او حق و حقوقش برسن، تقصیر اینا بود. اگر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در برابر یزید در کربلا به شهادت رسید، تقصیر اینا بود. یعنی همه ریشه در همین جموداندیشی و دگماندیشی جامعه اسلامی داره. و اگر در طول تاریخ هر نوع بی‌عدالتی، هر نوع ظلم اتفاق افتاده، دستی از اینا هست. چرا؟ از یک طرف اینا یک سری سمبول هایند که مردم وقتی در اینها نگاه میکنن احساس میکنن اینا مجسمه اسلام، و از طرف دیگه اینا اسلام واقعی نیست. اینا یک پوسته‌ای
که درونش پر از آلودگی و چرکه. اینه که قاطی میکنه آدم. آره بیشترین ضربه رو خورده اسلام و حضرت مهدی با اینا روبروست. در برابر حضرت میستن، آیات قرآن رو میخوانن. تو مثلا فرد سوم یا توده های مردم حیران میمونه که خدایا آخه اینم نگاه که 50 سال با قرآن سر و کار داشته. مثلا به عنوان مثال میگیم 40,000 حدیث حفظه، شیخ الحدیثه، نام مشهور در دنیای اسلام شیخ الحدیث. ما در برابر حضرت میست. تو چی میگی؟ اگر پیشوایان دینی ما که الحمدلله و المنه ما خدا لطف کرده به ما که ما اینا رو داریم در اختیار، اگر پیشوایان دینی ما برای ما اینا رو نمیگفت، ما در اونجا چی رقم میتونستیم در کنار حضرت مهدی قرار بگیریم؟ چطوری بشناسیم قیافه این جمودندشان و تاریکندشان را که ظاهرش قشنگ خوشگل مسلمان اسلام ولی درون گنده؟ ما چی رقم میشناختیم؟ که الحمدلله الان شده دیگه. الان با فرهنگ انتظار اصلا فلسفیش همین هستا. فلسفه فرهنگ انتظاریه که تو جوان را آگاه کنه به این که سری عقل بیایی. خیلی کسا هست که حالا جلق بلق تو رو نشان میده. این جلق بلق ها تو رو فریب ندیه. اینا تو رو فریب ندیه. دو تا همین اصلا معذرت میخوایم طولانی میشه دیگه. همین سیستمی که الان بر جهان حاکمه، یعنی سیستم به اصطلاح دجالی با امپراتوری رسانه‌ای. خدا شاهد کسی که با فرهنگ انتظار آشنایه فریب بزیر فقط نمخوره دیگه، همه را فریب میده خیلیتون راحت و فریب داده. و همین حالا حتی از جامعه خودی ما مسلمان مؤمن هم زنش هم مردش فریب همین سیستم خورده. شب و روز که خواهن روی خسونی اروپا و غرب میکنن، بهشت زمین فعلا اروپا و غرب میدانن. این چیه؟ این فریب نیه؟ در این زمانه ما یک روایت دیدم خدا شاهد موی بدنم بلند شد. حضرت میگه که دجال بهشت داره، جهنم داره. بهشتش خیلی زیبا و خوشگل و چیز نشان میده، سرسبز و اینا، و مردم به سمت بهشت دعوت نه، و جهنم خوره کلا آتش نشان میده. میگه اما شما خوب دقت کنین چی میگه. این جمله رو که ما خواندم مو در بدنم راست شد. گفت اما شما حرکت کنین به سمت جهنم میشین. وقتی وارد جهنم میشین ببینین که اونجا جهنم نیست. دقیقاً اینجوری میگه ها. میگه از اون شما رو میترسن نه از جهنم خود، ولی شما به سمت جهنم برین، به سمت آتشش برین، به سمت بهشتش نرین که اونجا بهشت نیست، جهنم واقعی اونجا. خب چی بگه؟ عجیب بیشتر چی بگه؟ یعنی میشه 1400 سال پیش یک چیزی از این بالاتر بگه که ما بفهمیم؟ نمیشه که. اصلا برای همین آمده. این روایت هم آمده برای شناسایی چهره چنین آدمایی. فضل ابن یسار نقل کرده از امام صادق علیه السلام که میگه ان قائمنا اذا قام استقبل من جهل الناس اشد مما استقبله رسول الله. وقتی قائم ما قیام کند در برابرش به اصطلاح جاهل‌هایی در برابر حضرت میسته که جهالتشون شدیدتر از جاهلایی نیست که در برابر رسول الله استاده. خب جمودندشان یعنی کسانی که به یک سری از اعتقادات پافشاری جاهلانه میکنن. مثلا اگر چنانچه که حالا در گذشته البته یک شدید بودن اون خوب شده، مثلا اگر کسی سر خود موی مشت کافر میدانستن. آره سر باید تراشیده باشه، سر مویش دیگه کافر شده مثلا. یا اگر کسی شلوار خود به اصطلاح دانش پراخ مگذاشت، او یک مودی وقت قدیم بود. البته الان فرق میکنه و هر چیز یک مرزبندی داره بالاخره، بدون مرز هیچی نیست.
خب این در رابطه با گروه های از مسلمانان که در برابر حضرت میستن. الان تازه میرسیم به انتقام. خب در برابر حضرت از مسلمانان این سه گروه، این تمام یک بحث جدید را، بحث جدید نه، یعنی ذیل همین بحث دشمنان که مورد اعتراض و شبهه هم قرار گرفته، بحث انتقامه. قطعا شما در روایات زیادی رو برمیخورین که اول یکی از القاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف چیه؟ منتقم، انتقام گیرنده. خب اونقدر در زمین روایته که ما تردید نداریم که این یکی از القاب حضرت هست دیگه. حالا چی ما بخوایم چی نخوایم است. و حضرت را هم آبا و اجدادش ائمه طاهرین علیهم السلام هم به عنوان منتقم معرفی کرده. این دو. سوم، وقتی حضرت ظهور میکنه طبق روایت ما در کدام روزه؟ روز عاشورا. روز عاشورا روز شهادت حضرت ابا عبدالله. و حضرت اولین سخنرانیش هم که داره نمیگه که آی مردم من برایتان یک برنامه مدون آوردم، اینم چنون که رئیس جمهور میره چی میگه؟ رئیس جمهور که خود کاندید مونه چی میگه؟ کمپاین که مونه چی میگه؟ میگه من برای رفاه و آسایش جامعه یک طرح مدونی بچم. آره دیگه. حضرت اصلا اینجوری نمیگه که بگه آی بشر مردم ما آمدم از جانب خدا یک طرح مدون دارم شما رو میخوایم. نه، در سخنرانی وقتی چه نمیگه. در کنار خانه کعبه اولین سخنرانی که میکنه از مردم استمداد میکنه، خود معرفی میکنه، بعد میگه که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه عریانا. خب یک نفر این رقم گپ دهی تو چی برداشت میکنی در روز عاشورا؟ یعنی ما مظلوم واقع شدیم، الان آمدیم از شما هم درخواست کمک داریم برای اینکه ما را از این مظلومیت برهانین، کمک کنین. خب پس با توجه به این حضرت برای انتقام میآید. انتقام از کی؟ در رابطه با اینکه حضرت منتقم است هیچ تردیدی نیست. یکی از القاب مشهور حضرت منتقم است. خب وقتی میگه منتقم در مرتبه اول ذهن انسان میره به سمت این که خب حضرت مهدی از نواده از نسل حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، او آمده برای انتقام از خون جد خود، جدش مظلوم به شهادت رسیده، آمده انتقام بگیره. در حالی که اگر ما ایره قرص محکم همینجوری تصور داشته باشین غلط. تنها به خاطر انتقام از جد خود، از مظلومیت جد خود منتقم شمرده نشده، بله یکی از انتقام ها اونه ها. یکیش انتقام اول اون چی که آمده دشمنان خدا. حضرت از دشمنان خدا انتقام میگیره. در طول تاریخ بشر هر قدر کسانی که در برابر دستورات الهی به اصطلاح تکذیب کردن، کفر ورزیدن و نه اقسامی از نسبت به بندگان خدا ظلم ها و تجاوز های زیادی کردن، خدای بزرگ مأمور میکنه این حجتش را که از اونها انتقام بگیره. یعنی در واقع از تمام ظالمین و مستکبرین عالم، که کسانی که در دوران حضرت مهدی به عنوان مستکبر، که البته شاخ استکبار اون وقتها،
و این شاخه استکباری ها، این مجموعه مستکبرین نماینده کل مستکبرین تاریخه. وقتی از اینا را حضرت از بین میبره، در برابر اینا میسته، نابود میکنه، که انه کل مستکبرین عالم را ازش انتقام گرفته. این یک. در این زمینه هم روایت داریم. رسول گرامی اسلام در حدیث معراج به گوشه عرش نگاه کرد. اونجا یک عده نورهایی را دید. پرسید خدایا اینان چه کسانی هستند؟ خداوند فرمود هؤلاء الائمه، اینها امامان بعد از تویه. بعد در بین اینها که نشسته بود، یکیش استاده بود، به تعبیری نورهایی بود که بقیه نشسته بود، یکیش استاده بود. و هذا القائم، بعد گفت که و هذا القائم الذي يحل حلالی و يحرم حرامی و به انتقم من اعدائي. اون یکی که استاده حلال مرا حلال و حرام مرا حرام خواهد کرد، که در اون زمان تغییر میکنه البته. و به انتقم من اعدائي، من به واسطه ای از دشمنان خود انتقام میگیرم. پس میبینی که اینجا حضرت مهدی تنها انتقام گیرنده خون ابو عبدالله نیست، از دشمنان خدا هم انتقام میگیرد. در روایت از احمد بن اسحاق هم که خیلی طولانیه، در اونجا هم وقتی حضرت در کودکی میبینه، حضرت به سخن میگه انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه. پس ببینید اینجا وقتی عنوان منتقم بر حضرت مهدی صدق میکنه یا خودش میگیره، این منتقم من اعداء الله میگیره، یعنی میگه من انتقام گیرنده از دشمنان خدا هستم. پس ما وقتی حضرت مهدی را بیاریم منحصر کنیم به انتقام از دشمنان ابو عبدالله، در واقع اون بعد انتقامی حضرت کوچولو کردیم، کوچیک کردیم دیگه، محدود کردیم، در حالی که یکی از موارد اونه. از دشمنان انتقام میگیره، دشمنان خدا کلن. البته اینم از نظر عقلی مشکل نداره ها. مثلا بابا او دشمنان خدا در طول تاریخ بوده، اونایی که در گذشته ها دشمنی کردن، به اصطلاح چی رقم از اونها انتقام میگیره؟ که در این زمینه نماینده افکار و رفتار اونها اگر در این زمان به اصطلاح مجازات میشه و از طرز تفکر وقتی انتقام میگیره، کنهو از اونها انتقام گرفت. البته اونها که در جهنمن دیگه، اونها معذب میشن به خاطر چی میگن؟ از فرزندان دوست دارید در راه ایوبش انتقام گرفتن شده و در قلب رای دیگه کنی اما در بدن جریان داره و من یعنی چون خون شده بدن از جریان داره باید انتقام بگیری. یعنی باشد چون او هم راه و رویش پیش میگیره. حتی اگر راه و رویش از اونا رو هم پیش بگیره، صرف مثلا فرض کو او قاتله، این نوسه هم منحریفه مثلا. چه؟ آها شما از خیلی روایت دوم بخی میگذارین. خب آره اینجوری خیالت راحت تره. خب دیگه چی است؟ یک روایت داریم در رجعت است که میگه در رجعت فقط کسایی که مخلص است در میگردن، کسایی که در خوبی ها مخلص است و در بدی ها هم با مقدار. پس بنابراین مطابق از این روایتی که اگر معتبر باشه ما گفتم میتونیم اونایی که در تاریخ در شدیدترین درجه خودش به اصطلاح ظلم کرد اونا به طور اتکاد برمیگردن، اونایی که خوب کردن باشه تا اونا برمیگردن. مطابق از این میشه که ما بگیم اونا برمیگردن از ما انتخاب گرفتن میشن. پس اون در قسمت نه این بخش دوم روایت داریم دیگه، همینجوری که الکی نمیگیم. خب میشه که خیلی از فرزندان او قاتلان شاید مثلا خوب شده باشن یا آره دیگه. پس اون وقت نمیشه ولا تجر وازرتون وزر اخرى. چطور نی؟ نه یک جواب بسیار قشنگ و منطقی اینجا وجود داره. ببینید همین حالا ما در رابطه با دشمنان خدا چی گفتیم؟
گفتیم این طرز تفکر، از این طرز تفکر انتقام گرفته میشه. اگر این روایت آمده که از ضراری قاتلان حضرت ابو عبدالله انتقام گرفتن میشه، به خاطر اینکه اینا افتخار میکنن به اون کاری که پدرانش کرده. الان اینجوری هستا. در گذشته حداقل مثلا 10 15 20 سال پیش اگر مگر دوباره در دنیا پیدا میشه کسی که بگه من افتخار میکنم به یزید، من افتخار میکنم به شمر، نان و خولی و هرمله و فلان. ولی الان هست این طرز تفکر به تمام قدرت وجود داره ها، که میگه یزید یک کاری کرده ها. خب حالا اگر اینطوری ضراری اون قاتلان اینجوری باشه، اون وقت چی؟ آیا حضرت مهدی مجاز است بر این که از اینا انتقام بگیره یا نه؟ بله بله، به خاطر اینکه نه تنها اینا به عمل پدرانشون که راضیه، تازه افتخار میکنه که پدر ما یکم چه آدمی بوده. این رقم در هر قومی هست. ولی در رابطه با ضراری ما حتی اگر ایش نشناسیم، نگاه کن اینجا الان معیار چی رو گفتیم؟ معیار رو گفتیم که اونهایی که افتخار میکنن به اون گذشتگان خودشان، نمیگیم که حتما باید شجر نامه از اینا به او برسن، نه، این کسی که به اعمال اونها افتخار میکنن. آره منتها خب حالا از مجموع این روایت اگه جمع‌بندی بکنیم چی میشه؟ خود 2 بخش روایت نقل کردیم دیگه. گفتیم یک تعداد روایت میگه که از ضراری اونها انتقام میگیره، یعنی از نسلایی که هست الان که افتخار میکنن به پدرانشان، و یک تعداد روایت دیگه که داریم که اونا برمیگرده، همون قاتلا رو برمیگردونه و مجازات میکنه. جمعی بین این 2 روایت اینه که هر دوتاش یعنی هر دوتاش انتقام به حساب میره. هم قاتلان حضرت ابو عبدالله رو برمیگردونن، هم فرزندانش را، ضراریش رو به تعبیر مجازات میکنه به رضایت به عمل چی؟ به عمل پدرانشان. امام صادق علیه السلام درباره انتقام از قاتلان امام حسین علیه السلام میفرماید: لما کان من امر الحسین ما کان زجت الملائکه الی السماء. زمانی که مسئله امر ابو عبدالله الحسین شد آنچه که شد، زجت الملائکه، ملائکه هایی که به اصطلاح آمده بودن اونجا زجه زده به سمت خدای بزرگ، در پیشگاه خدا زجه زدن، بالبکا، با گریه. و قالت، گفتن که یفعل هذا بالحسین، این مردم یا این آره دیگه این چنین با حسین رفتار کردن. صفیک و ابن نبیک، که صفی و اختیار کرده ای تو بود و پسری پیامبرت بود. به سمت خدا زجه زدن و این حرف زدن. قال، از جانب خدا برای زنا گفته شد که فقام الله لهم ظل القائم، سایه حضرت مهدی رو به اونا نشان داد خدا، ظل القائم. و قال بهذا انتقم لهذا، من به واسطه این انتقام میگیرم از اینا. خب این یک. روایت دیگه، حضرت به عنوان انتقام گیرنده خون تمامی امامان و مظلومان تاریخ شمرده شده. بعد ابن احنف از امام صادق علیه السلام روایت میکنه که فرمود در زمان خلافت امیرالمؤمنین آب فرات بالا آمد، پس آن حضرت و 2 فرزندش حسن و حسین سوار شدند. چون گذرشان بر طایفه سقیف افتاد، آنان گفتند علی آمده است آب را جای خود بازگرداند، یعنی پس فرونشاند. پس حضرت فرمود اما والله لاقتلن انا و ابنای هازان و لیبعثن الله رجلا من ولدی فی آخر الزمان یطالب بدمائنا. توجه شدین؟ در زمان خلافت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام آب فرات بالا آمده بود. حضرت و امام حسن و امام حسین رفتن که این آب را پس برگردانن به مو حالتش. گذرشان به طایفه سقیف افتاد. آنان گفتن علی آمده آب را میخواد پس به جای خودش برگردانه و فرو بنشانه. همین وقت که آمدن جمع شدن کنار حضرت علی، حضرت اینجوری گفت
اما والله لاقتلن انا و ابنای هازان، ما و بچه هایم با اینا می جنگیم. ولا یبعثن الله رجلا من ولدی فی آخر الزمان لاقتلن انا و ابنای، حتما اینا میکشن مرا و بچه هایم را. اینجوری قسم به خدا که اینها میکشن مرا و بچه هایم را. ولا یبعثن، و حتما خدای بزرگ مبعوث میکند مردی را از فرزندان ما در آخر الزمان یطالب به دمائنا، که خون ما را از اینها مطالبه میکنه. در ذیل حضرت امام صادق ذیل آیه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، ذیل این آیه مبارکه امام صادق علیه السلام فرمود ذالک قائم آل محمد، این کسی که به اصطلاح فجعلنا لولیه سلطانا که گفته، این قائم آل محمده که یخرج فیقتل بدم الحسین ابن علی، که میکشد، یقتل در اینجا یعنی میکشد به خاطر گرفتن خون حضرت امام حسین علیه السلام، به انتقام خون حضرت ابو عبدالله. خب در رابطه با اون روایت که گفتیم که از فرزندان ضراری انتقام میگیره، امام صادق علیه السلام فرمود اذا خرج القائم قتل یا قتل ضراری قتلت الحسین، میکشد ضراریه یعنی به اصطلاح ذریه قتل الحسین رو میکشد، به فعال آبائها، با خاطر کارهایی که پدرشون کردن. بعد راوی میگه که آیا فرزندان قاتلان حسین با خاطر کردار پدرانشون کشته خواهد شد؟ حضرت فرمود همینطور است. گفتم پس معنای این آیه چیست؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى، که کسی به گناه کسی نمیسوزه. امام در پاسخ گفت صدق الله فی جمیع اقواله، خدا راست گفته در همه گفته هایش. این حرف درسته، این حرف. ولکن ضراری قتلت الحسین، فرزندان و نبیره قتله حسین یرزون به فعال آبائهم و یفتخرون بها، هم راضیان هم افتخار میکنن. من رضی شیئا کان کمن اتاه، کسی که به یک کاری راضی است مثل کسی که او را انجام میده. ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی بقتله رجل بالمغرب، اگر یک کسی در مشرق کشته شه و کسی دیگری در مغرب به اون قتل راضی باشه، لکان الراضی عند الله شریک القاتل، راضی در نزد خدا شریک قاتله. و انما یقتلهم القائم اذا خرج، وقتی حضرت مهدی خروج کرد اونا را میکشه. لرضاهم به فعل آبائهم، به خاطر که اونا به فعل پدرانشان راضیه. خب ببین اینجا حضرت حتی آمده فلسفه این که حضرت چرا اون ضراری میکشه اونا را بیان کرده که چون اونا به فعل پدرانشان به اصطلاح راضیان. اما 2 دقیقه که مانده فقط سوال مطرح میکنیم. آیا اصلا انتقام کاری درستی است؟ تمام. بیاییم روی خود یک بحث روی خود انتقام داشته باشیم. اصلا انتقام گرفتن یک کاری درستی هست؟ معقوله، منطقیه، عقلانیه و کار شرعیه؟ انتقام بابا یک اتفاقی در گذشته افتاده دیگه. کسایی که میگن انتقام درست نیست، معقول نیست، خوب نیست، اینه که میگه خب در گذشته یک اتفاقی افتاده، یک غلطی کردن، یک چیزی، حالا تو بعد از مدت ها بای پس همون داستان و ماجرا رو شور بدی و بعد یک عده رو بر اون مؤاخذه کنی. این خیلی بیشتر گذشت و اغماض و چشم پوشی از گذشته ها موجب رونق و به اصطلاح نظم و نظام آینده میشه دیگه. این که تو بیایی گذشته ها رو هی شور داده بری، این به نظر این کار درستی نیست.
سوال اینه آیا اصلا انتقام کاری درستی است یا نیست؟ بحث بعدی انشالله بعدی از اینجا خواهد بود. ببینیم اصلا انتقام کار درستی هست یا نه. انسان نگاهش به انتقام، عقل انسانی، خرد انسانی نگاهش به انتقام چه رقمه؟ دین اسلام نگاهش به انتقام چه رقمه؟ اینو بررسی کنیم. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات.